وقتی انسان بعد افتیدن برخیزد این معنای اون رو ندارد که او پرقوت است. این معنای اون رو دارد که او خصلت برخیستن بعد افتیدن را آموخته است. افتیدی باید برخیزی وگرنه محو میشوی. فردوس خرسند با سخنان مایک تایسون نابغه برنامه در شبکه‌های اجتماعی را آغاز میکند. رفتیم. جفرسون فارفان فوتبالباز پروگی دسته لوکوموتیو میدانهای سبز روسیه را ترک کرد. فارفان از سال 2017 در دسته لوکوموتیو مسکو بازی میکرد و موسم 2017-2018 با این دسته مسکوگی چمپیون پرمیر روسیه شده بود. گفته می شود که بنابر سبب به آخر رسیدن شرطنامه فارفان دسته لوکوموتیو دیگر با او شرطنامه نبسته است. از این رو دیروز صفحه رسمی دسته لوکوموتیو در اینستاگرام سخنان خیربادی را نسبت او نوشته است. جف، تشکر برای بازی‌های بهترین و احساسات ناگفتنی که تو در مدت 4 موسم برای ما هدیه کرده ای. با تو برار می‌خواهیم شاه پرو. چون این سطر در صفحه اینستاگرام لوکوموتیو نوشته شده بود. آدم که پیر شد نالازم می شود. فارفان حالا 35 ساله است و در مدت 4 موسم فعالیت 69 بازی گذرانیده 25 گل زده است. پس از آنکه که جفرسون فارفان از لوکوموتیو جواب داده شد، سیامین هم با استفاده از فرصت درست انتقامگیری از لوکو با فارفان چنین گفت: خفه نشو، برایشان حتی خویچ هم ضرور نشد. با چنین سخنها پالیچ باز هم ضربه به سمت روبران لوکو روان کرد. در ادامه سخنهای در صفحه اینستاگرام نشر کردهش یوری پاولویچ 73 ساله با خطاب به فارفان اعلام میکند که کارنامه ورزشیت را ادامه ده، برای مخلصان شادی بیار، چرا که تو شیروزه چمپیونات ما بودی و در انجام سیومین یک رسم را هم با فارفان وارد صحیفه نموده است. در مورد خویچ باشد میتوان اعلام نمود که این نفر جوان گرجی در صف لوکو در موسم 2019-2020 برآمد نموده، بعداً به صف روبین پیوست شد. ما زمان خویچ کوراسخیلیایی که با گفت لوکو نودرکار بود با نتیجه گیری از موسم 2019-2020 بهترین بازیگر جوان چمپیونات روسیه اعتراف گردید. خلاصه گپ همین که چی طور از فاکتور سیومین برمیآید رهبریت لوکو نه همه وقت رفتار درست میکند، ولی چی طور روسا میگویند کماندیر всегда прав و اینجا دیگر هیچ کار هم از دست فارفان نمیآید. این رسانه‌های اطلاعاتی ما رو نزد شما دروغگو برآوردند که ما تا دیروز میگفتیم که ترانسفر جیدون سانچو از بروسیا به منچستر یونایتد در عرفه عملی شوی است. خلاص دیروز دیرکتور گنرالی دسته بروسیا هانس یواخیم واتسکه اظهار داده است که تا حال میان دسته‌های منچستر یونایتد و بروسیا دورتموند در مورد گزارش سانچو اگان رابطه نبود و نیست. جیدون سانچو حالا با تمرین‌های دسته جمعانه برمیگردد و تا آغاز بازی‌ها با ما خواهد بود. تا حال در مورد ترانسفر سانچو منچستر چه که حتی یگان دسته دیگر با ما در رابطه نبودند. این اوضاع در حال پیدا شد که ما نرخ جیدون سانچو را در بازار ترانسفری معین کردیم. اینجا یگان نفهمی میان ما و سانچو وجود ندارد. وقتی ما نرخ او را معین کردیم او از این تصمیم خبر داشت و باور نمیکنم که ملال شده باشد. او در برابر فوتبال باز بودنش دیپلمات خوب نیست هست، گفته است دیرکتور گنرالی دسته بروسیا هانس یواخیم واتسکه. فوجیه در مسابقه ولوسپدرانی با 9 مرحله پولشا. برای دیدنش باید یا مست باشی یا دیوانه. همین طور دور اول مسابقه مذکور فوجیه بار خاتمه یافت. دو ولوسپدرانی هلندی دیلان گرونیوگن و فابیو یاکوبسن هنگام نزدیک شدن به نقطه پایانی یا خود فینیش به یکدیگر برخوردند و همین طور صدمه آنها باعث گشت تا دیگران نیز اذیت کشند. در نوار دیده می شود که این صدمه خصوصیت برقصکاری دارد. ولوسپدرون به خاطر آنکه که از رقیب و در این برابر هموطنش پیشتر به مرا رسد به سمت حرکت او خلل وارد ساخت و همین طور او را از راه بیرون برآورد. در نتیجه صدمه همچنین چند ولوسپدرون دیگر به یکدیگر برخوردند و به زمین افتادند. گفته می شود که سرعت حرکت آنها بیش از 80 کیلومتر ساعت را در بر می گرفت. از این روی یاکوبسن که آزاردیده اساسی به حساب می رود حالا در حالت وزنین قرار دارد و تا حال از کما بیرون نیامده است. طبیبان با او توسط ایویل یا خود نفس سونی میدهند. منیجر دسته آزاردیده پاتریک لفور در صفحه توییتر خود نوشته است که این بچه را باید به زندان روان کرد. برای این نمود آدمان در ولوسپورت باید جای نباشد. گرونیوگن یک جنایتکار حسود است. این اندیشه منیجر جبردیده است، اما آنها نسبت گناهکار جزای دیگر را روا دیدند. او را فقط از بازی برای چند مدت محروم ساختند.
як духтараки скейтбордбоз аз Украина машҳуртарин усул ё худ трюк бо номи кикфлипро иҷро кард ва он навор дар инстаграми легендаи скейтборд Тони Хоук пайдо шуд. Ин духтарак скейтбордбоз аз Украина бо исми Светлана Юрченко мебошад ки ҳангоми иҷрои ин трюк аз хурсандӣ фарёд мезад ва ҳамин эҳсосоти Светлана ба Тони Хоук писанд омадааст ки дар инстаграми худ ин наворро расонаӣ кард ва суханҳои зиёд навишт. ӯ қайд кардааст ки шумо бар ин духтаракони зебо ва пуристеъдод ҳастед ки ин нави варзишро мо ба сатҳи олимпӣ мерасонем, гуфтааст Тони Хоук. баъди чанде Светлана ин наворро дар инстаграми Тони Хоук дид, ба он лайк гузошт. ба фикрам ин духтарак худро дар инстаграми Тони Хоук дида миёни шиносош раҳгардиёш тамоман дигар шудагист. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.